أهلا بك رمضان، نرقى بك رمضان، عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خاندان در مهمانی افطار می نمود چنین می گفت: روزداران نزدتان افطار نمودند، طعامتان را نکوکاران تناول نمودند و فرشتگان بر شما فرود آمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق افطار دهندگان دعای خیر می کرد و آنها را یادرس می نمود که روزداران طعام شما را تناول نمایند، زیرا آنها مردمانی نکوکارند. بنابر سبب به روزداران افطار دادنتان فرشته های رحمت خداوند فرود آمدند و این همه ثواب را نائل گشتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط این حدیث مؤمنان را برای افطار دادن روزداران و کسب ثواب آن تشویق و ترغیب نموده است. همچنین این حدیث نبوی بیانگر آن است که هنگام افطار دادن روزداران فرشته های الهی نازل می شوند و دعای خیر در حق افطار دهندگان و روزداران می نمایند. أهلا بك رمضان، نرقى بك رمضان.